همه بچه ها میدونن یکی همین اولین نفر رفتش بالا اولین نفر به خدا فهمیده من بودم و مرسی برای 4 نفری حمایتاتون. تازه به خاطر حمایت زیادتون میخوایم پارت 1 ماینکرافت میخوایم بگیریم. آره پارت 1 سروایو با پارت 1 هاردکور خودی دیگه کی میخواد؟ مان بده تو سرت داشتم بهت میدادم دیگه گوشیم لک داره. آره فکر نکنم مثلا لک دارم نه بچه ها میدونن خودشون. برو تو دراز دارک شپر رو اول از من فهمیدی. برو حداقل یاد بگیر چی جوری با دیگه بندازی و گانای دیگر رو بندازی. ناموزم من آخه ببین چجوری این گانه من میزنم روش میزنم روی این. نه باید یاد گرفتم اینجوری باید میدونم اینجوریه یاد گرفتم. یه دونه روش بزن. الان بکشش اینطوری. آفرین. یو اول فساد اینجا میچی که با بیبایی دستش من باتم تو باتی من یکی میرم من با بوفون هریس بودی ازش چی بخوام بیبایی بخوام داره اودن پشمام اودن بنازم اودن بزنم اودن بسکش نداشت که از ازش اسنایپ وای چرا اینقدر صدا پا دارم. یو ابوالفضل اوجی چرا بیوان هریسه بات بود. الان مرا نشیدوری ما یالی بیمه ما گنگستر بیمه جنگی بیمه برو پلتفرم شوف باحال شده. من بیبایی پیدا کردم. La vida es un carrusel. فردوسی وای لگم یو ابل قاسم فردوسی یو ابل قاسم فردوسی کلی پلیر تو بازی. چقدر من یو ابل فرد به گوه خوردم. هنوز زنده ای پشمام. من لگم یکی منو نجات بدهید. لگم خوب شد. بچه ها لایک کردن نجات یافته شدی نه؟ بینازم خب بچه ها اگه لایک کنید راکنر تبدیل میشه به ویوان هریس. بروکن بینازم واسه بچه هایی که لایک کردن و اون یورویی که داشت منو میزد و زدمش. بچه ها خدایی لایک کنید من از اینجا نجات یافته بشم. توی سر 17 چی؟ سر 17 نبود دستته. سر 17 چی؟ اون اپیکش فکرم سر 17 دستته. سر 17 دستم دیگه اسکل تو گفتی نیست. بابا این پلیره افتاد با ما. چقدر پلیر خاک تو سرت La vida es un carrusel. خب بچه ها شما هم لایک کردی منم زنده شدم. به خودت هم داری میگی همداش بیا بریم. چقدر دوریم آجی من فرار کردم. بیا پیش من دیگه. کجا رفتی؟ چاپر بدزدم. کسکش الان نیستش چاپر نیستش. چاپر یکی دزدید رفت. La vida es un carrusel. یه چیزی رو به دقت نکردیم بهش. چی؟ من دارم با همینجوری شانسی به بچه اگه لایک کنید
سرعت موتورم از زیادتر میشه. آقا من رد میکنم. وایسا منم بیام. بچه ها مثل این که نمیخوان لایک کنن. بچه لایک کنن. لایک کردن سرعتش بیشتر شد. بچه اگه لایک کنید من پینگم میره رو 1000. بشما الان یکی هوچی 360 هر چی میشه. آقا منو تنها گذاشتی یا میدونستی؟ منو تنها گذاشتی رفتی. خیانت کردی به من. زدی شو. بیوان هری صدا داشت. روحیه نمیخواد من بگم. خوردی ها. دمت کرد. چشمتو شوره بگو چقدر پولو پلیر الان من چقدر پولو پلیر الان نتش بد نمیشه من فینیششو نمیگیرم نتش بد نمیشه من فینیششو نمیگیرم چقدر بد میزنه خالکوس یه منو کاور داشته باش داداش من خودم دارم از زوم پران میکنم برم مدیک دارم الان میام نجاتت میدم نرم لابی سلامات تو بری لابی من پول لورم از زوم واسه چاپر الان من چجوری بیام بالا؟ فکر کنم ویوان هریسن داشت من بالا نیستم که ویوان هریسه بالا خودی یارو میخواد با بیبای منو بزنه در سرویس بابا بیا یک واسه بیا من تو رو ریوایو کنم بیا پایین خودتو بنداز پایین بیا تو ریوایو بیا ایوونی بابات بیا من برم بزنمش من که دوباره مردم الان بیا بریم تو زوم چقدر تو زومیم حاجی ماشین بکش بیا الان میمیری باز حاجی من نمیتونم برم حاجی بیا سری بیا سافر چوفر شو مدیک دارم من مدیک بیا پیش من خب بیا مدیکت پر شد من مردم بودو میدم توی صورتم بچه اگه لایک کنید سرعت پارسا زیاد میشه گایدی بچه ها بیچاره رو میگم تو این چیزی به اون جونت یکم بیشتر بشه با چاپر فرار کنه من ریوایف کردیم میرم بل نه تو این جون به اون دوباره تو راه میمونه یکم واسه جون زیاد شه خب بودو سریع فرار کن سریع ولی یه ذره جون رفت بالا نه در حدی که برسیم رفت بالا خوبه عملیات نجات اش کرده بودی بریم گاندراپ احساس میکنم زنده شدیم نه آره الان بچه ها فکر کردم ما جون کش میشیم الان بازی تمام میشه ویدیو تمام میشه مدی کی گفته خیلی کلاس بده خیلی هم میگم مدی کلاس بدیه ولی مهراد بهترین کلاس نیست ولی واقعا کلاس خوبیه کلاس کلیدی نباشه خوردیم من چرا چسبون باز نشد چاپر اگه نمیگفتی منم بپرم چاپر گایده چی یعنی بترکه من بیا مدیک بزنم برات من از اونجایی که 117 دارم اچس میکشم سهور تا سهور سهور بچه من یه چیزی دارم یه دونه بیا دیل بهت بدم نوسن؟ نه دیل نداشت 117 متیک ببخشید آی از کی خوردم ویوان هری سر زدم بیا 117 داشت خودم متیک دارم اونو ولش کن من 117 اپیک چرا بیا اینجا انداختمت آجی این چیزی دستمه اشکال نداره متیکه داداش من مدیک بگیر متیکه من گشنه نیستم هست اون میخوره این چی اسنایپ نداری؟ من خودم اسنایپ رو دوست دارم زوم 117 ارزش داشت آجی مو Ótima distância de bagulho que se assim. چه شوتی زدم با اسنایپ یارو رو نت صدا میاد صدا ندونه
وای 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 نخوریم حاجی نخوریم از با تو پلیر با هم نه. آره داداش فقط اینجا من دارم به گام میروم. چرا سریده؟ اپیکم دستمه. وای 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 تو خیلی وضعت خرابه مثل اینکه من باید بیای کمکم یکی باید بیاد من داره میاد سرم من مدیک میکنم من باید اسپین پرشه بعدم میام. حاجی چیتره چجوری میزنه؟ راست میگی ناموسم بابا چیتره. ای پام خوابید حاجی. پشت دیوار سوار شو در رو حاجی ویوان حدیث هست باز نخوریم بزنش حاجی تو زدی ها فرار کن از نظر من. حالا منم مردم اگه بمیریم میریم دادیم خدا یه اسکات ریختن سرم چی جمع کنم. الان شاته با اسنیپ خیلی خفن بود. آره اینو میذاریم یوتیوب ناموسم اون آخرا دیگه یوتیوب خیلی زیاد بودن. آره خوابید حاجی خوابید. خب بچه ما میریم این ویدیو رو آپلود کنیم تا یه دیگه. خدا حافظ لایک و سابسکرایب یادتون نره و اگه اون شاته با اسنیپه که یه صفم چیز بود خفن بود خدایی لایک و فالو سابسکرایب رو بزنید دیگه. خیلی خفن زدم و بنظر من خوب. ویدیو دیگه بای. بریم سراغ ویدیو بعدی. لایک و فالو سابسکرایب یادتون نره. بریم سراغ ویدیو.